میکنم آغاز با نام خدا که از دو حرف آفرید ارض و سما. نام حق بر زبان همه رانم که به جان و دلش همه خوانم. سلام و درود نثار یک و یک شما دوستان و تماشاگران برنامه کتابخوان، چون هر وقت در خدمت شما هستیم و امیدوارم این بعد از یک صحبت خوب و دیدنی در این برنامه پیشکش شما میگردد. و در استودیو هستند با ما هنرمند شناخته، کارگردان، راوی، نویسنده، استاد دانشگاه، یک نفری که خیلی خیلی به فرهنگ و مدنیت این کشور خدمت کرده است، استاد قربانی صابر. استاد برنامه خیلی خوش آمدید و خوشحال هستم که در برنامه کتابخوان با شما صحبت میکنیم. تشکر. عجب، ما نام برنامه علاکه یک چیزی هست که کتابخوان. چرا از روی مشاهده های من مثلا حالا بچه ها جوان ها چندان کتابخوان نیستن، برای من خیلی مهم است این برنامه. یک آیت رو این صبح خوندم که خیلی خیلی تاثیر قرار داد تا به امروز، تا به همین حوزه که برنامه صحبت میکنیم. خداوند در سوره مؤمنون آیت 115 میگوید که افحسبتم انما خلقکم عبثا، میگه آیا ما شما رو بیهوده خلق کردیم؟ گمان میکردید که انسان ها شما در روی زمین بیهوده خلق شدید، یعنی الکی اومدید روی زمین و گویا که هیچ چیزی نیستی در اینجا. و دوامش عجیب است، و انکم الینا لا ترجعون، و بازگشت شما به سوی ما یا به سوی وجدانتان برای حساب و کتابی نیست. واقعا خیلی آدم تعجب میکند و میبیند که در جامعه امروز گروه زیادی از مردم، جوانان، نورسان دارن وقتی خود رو بیهوده صرف میکنن و باری هم شاید کسی با آنها نمیگوید که ما در این جهان آمدیم بیهوده خلق نشده ایم، بیهوده زندگی نباید کنیم و انسان باشیم و انسانوار زندگی کنیم. نظرتون به همین موضوع بیهوده صرف کردن عمر یا وقتی یک انسان چی است؟ مثال زمانی که ما میخواندیم و شاید شما هم و خیلی دیگران هم استادا اصلا وقتی که دانشگاه یا دانشکده نام برده میشه، مثلا تعدادی مثلا شماره کتاب ها را می نویسن در یک ورق، میگن بچه ها شما موظفید مثلا فلان کتاب ها را پیدا کنید خوانید. دیگه هیچ کسی، من یاد ندارم که یک کسی کار داشته باشه که تو خواندی نخواندی، تیار هستی نیستی. و وجدانن اون زمانا هر کس خودش خودآموزی میکرد، میرفت کتاب پیدا میکرد، میخواند. ادبیات خوبی جهانی را فرض کردیم همایی که فرض کردیم اشاره شدن از سوی استادا، همون را پیدا کردن میخواندن. اما مثلا همین از زمان استقلالیت به بعد که ما روبرو شدیم با کارهای ناشایمی که مثلا شد، بچه ها ما همزمان از همون زمان دیگه این طرف درس میگیم و من دیدم، شاهد بودم که هیچ کسی از پس این کار نیست. مثلا هیچ کسی کار نداره، مثلا خواندی نخواندی، خواندی هم برابر است، نخواندی هم برابر است. هیچ کس مثلا من شاهد بودم که بچه ها دیپلم میگیرن، یعنی علمی عالی به اصطلاح، خب صاحب دیپلم میشن، اما هیچ کتابی را نخوانده بیرون میشدن از وای. برای همین من نمیدونم از کجا. من اون زمان که مدیر کافدرای مهارت اکتیاری بودم، برای خودم یک برنامه ریختم که هیچ کس نداره همیره و حالا چند چیزی دیگه اضافه شده است. مثلا من پیش از آن که برای بچه تقریبا 25 سال زیاد شد که همین برنامه در درسای من از طرف اینستیتوت نیست، این در برنامه‌ریزی کار اینستیتوت نیست. یعنی من برای همه بچه، اصلا مثلا بچه ها را میپرسی وقتی که میاین خواندنی بخش اول زمان دانشجویشان، میگو کتاب خواندی؟ مثلا سوال عادی، کتاب خواندی؟ میگه بله. همه، هیچ کسی نیست که نمیگه نه کتاب نه. بله. و بعد میگه کدام کتاب؟ میتونی نام بر کنی؟ میگه ادبیات صنف 8 یا ادبیات صنف 7 نام میبرن و میگو که برادر عزیز، من میگم که تو کتابی بدیهی خواندی، یعنی کتابی که مثلا نامش باشه رمن یا پاویست یا حکایه داستان، اگر رمن هم میشناسن بازم از کتاب صنف 8 9 10. اگر عینی را میشناسن همگی در حدود یک پاره که در همون کتاب آورده شده است. دیگه آدم به دهشت میافتاد، میگه که چه خیلی ممکن است. خب دیگه ما
نمیکویم پشتی. مثلا من همون زمان برای خودم خلاصه کردم که مثلا دیگه کی گناهگار است، کی اینا را به این حال آورده است، دیگه کار نمیره. تنها برای برنامه خودم و دانشجویان خودم. مثلا من همین سپتامبر از روی بین یک کار دیگه هم هست که اینم باید نگم نمیشه. بچه ها را وقتی که ماه سپتامبر همه انتخاب میشن، ما حدودا تا 25-30 نفر انتخاب میشن، زیاد ممکن نیست. خلاصه این 25 نفر قطعشان یک ماه دراز ما صحبت میکنم. از فیزیک صحبت میکنیم، از شیمی صحبت میکنیم، از تاریخ، از خب هر چیزی که ما را فرا گرفته است. بعد مثلا کسی یک روبایی میدونه، کسی اصلا نمیدونه روبایی چی است، کسی غزل میشناسه تعریفش میدونه اما غزل نمیدونه، کسی میدونه که داستان چی هست اما نمیدونه داستان چی است، رمن میدونه که حکایه از رمن گمان فرق میکنن. و بعد در یک ماه همه زمان دیگه این به حکم عنعنه در اومده است، در مهلت یک ماه تا اولای ماه اکتبر ما برای خودم معلوم میکنم و برای کورس در حضور همشون میگم بچه شما صنف 3 دانش، بله دانش عمومی هست. بچه که انشا را خوب مینویسه، حسن خط خوب داره، هست بچه که 1-2 کتاب خواندگی است، اما هست که اصلا از این ساحه نیست. یعنی حالا همون برنامه ریزیشون از روی چه است؟ تست. یعنی اونه که فرض کردیم اصلا نباید تریتوری حدودی هنر بیایه میایه مثلا. خلاصه همه به اصطلاح برک ها جمع میشن، تقریبا همین کلاس متاسفانه. و با خب دیگه علاج دیگه نیست، باید قطعی اینا کار کرد و من برای اینا برنامه ریزی میکنم. مثلا اونایی که فرض کردیم هیچگاه کتاب نخواندن، یک باره نمیشه که فرض کردیم دان کیخوت بخونن، این خنده‌آور است. برای همینم خیلی چیزای ساده است که بازم اما به عینی برمیگردیم آغازش، مثلا آدینه، یتیم، نمیدونم خب مکتبی کهنه، چیزای خیلی ساده‌اند و هم مهم. را باز بله. مثلا همه کتابی میخواندگیشون یعنی برای من معیار است 5 رمن در یک سمستر. کسی که نمیخونه من امتحان در راهش نمیدم، امتحانی قانونی ده. و چند کس پیش کردگیم با این بانه، چند کس رفتن، خب که نتونستن رفتن. اما خوشبختانه در این مدت سالها خیلی بچه‌ای هستن که کتاب خوان شدن. برای این کار شما رو مبلغ نمیدید. این هم در همون برنامه دانشگاه نیست و شما خیلی زحمت میکشید. آخه چرا فکر میکنید که خواندن، یعنی کتاب خواندن برای اونها مهم است و این از کجا در ذهنتون اومد؟ خب برای بسیار معلمان به فرق است که تو میخوانی نمیخوانی، کتاب میخوانی نمیخوانی، ولی شما با وجود آن که باز میگم برای این کار پول نمیگیرید، مبلغ نمیگیرید و شاید کسی شما رو هم هوسمند نگرداند، ولی وجداناً گفتید، یک کلمه خیلی زیبا استفاده کردید، وجدان تقاضا میکنه که این کارو بکنید. بله همین سرنخ همین کار همین است. من خیلی خوشم نمیاد از اونایی که خودشان به اسم هنرمند پیشنهاد میکنن، اینا را در مثلا نمیدونم معرکه ها توی خب چه معرکه هایی که میشن اونا به حیث یک هنرمند معرفی میشن، اما خیلی شم میبینم گفتن کم است که اونا اسم خاص از جنس فرق نمیکنن. یعنی چطور ممکن است که مثلا اسم خاص از جنس فرق نکنی هنرمند باشی؟ برای همینم همین چیز مرا تیله میکرد. من حرام بود اون نانی را که آدم میخوره و اگر بوی هنر نداشته باشه. از زمانی که تست میگیرن این گپ ای کاش یک کسی در این مملکت صدای من بشنوه. چرا؟ یعنی از زمانی که تست مود شد دیگه همه اونهایی که بچه های زمان تستن اونایی هم اسم خاص از جنس نمیفهمن، ابزت چی است نمیفهمن، حرفی کلانو خوردن نمیشناسن اینا. برای چی؟ هیچگاه از اینا انشا گرفتن نمیشه. انشا در مکتبی میانه برهم خورد. این دهشت است. عریضه نوشته نمیتونه. ما هزاران با شما احتمال شنیدین که مثلا فلانی عریضه نوشته است 10 خطا داره. از کجا است ریشت؟ از همونجا است.
یعنی هیچ کس این قسمتی دانش مثلا تحلیل و بررسی نمیکنه و بخصوص بچه‌هایی که هنرمند شدنیان، اکتور شدنیان، وقتی که ما اون زمانی که کتابخوانی را ما به مود وارد کردیم در درس خودمون، یک مدت گذشت، بعد تست سر شد، یعنی زمانی که با تست قبول می شدن و بعد چند مدت ما وقتی که انشا گرفتم هوش از سرم پرید. یعنی اگر از نگاه فرض کردیم شما یک نظر کنید، یک ورقی که پور 2 صفحه نوشته شده است، از بالاش هر حرف باید اصلاح کنید. حرفی کلانه از خورد بچه ها نمیشناسن. برای همین ما از این زمان به بعد، یعنی هر سمستر در یک سمستر یک بار انشا میگیریم. این کار شخصی خوده، این کار شخصی است. در یگان برنامه‌ریزی برای این من یگان تین پولم نمیگیرم، یگان تین پول مرا حتی رحمت هم نمیگن. اما شما تصور کنید که مثلا 25 نفر در یک روز انشا می نویسن، من قریب حدود 1 هفته انشا را تفتیش میکنم. 1 هفته زیاد طول میکشه. بازم یک کار دیگه هم داریم که در برنامه ریزیمون هست، اینم ما برنامه خود ما هست. فرض کردیم میرن باغ حیوانات و بعدی باغ حیوانات مثلا 2 سال پیش بود، انشاها را کاش یک کسی میتونست از دست ما بگیره فیلم بسازن. یعنی اینقدر انشاهاشان زیبا بود، نابسته از آن که مثلا قریب 20 چند نفر نشسته بودن. یعنی برداشتشان از باغ حیوانات خیلی دهشتناک بود. چرا این بچه ها نخواست چشمشان رسید که این حیوانات درد دارن، گرسنه‌اند، خب خیلی مشکلی دارن و هیچ کسی از همین 20 چند نفر با این مسئله که دیدن در پوستشان، با چشمان خودشان دیدن، بی تفاوت و بی طرف نبودن. این خیلی مهم بود برای من گفتم اگر که برای بچه ها بعد تحلیل گفتم اگر که یک کامیرا می بود حالا از روی انشای شما همزمان با انشای شما در کنارش اگر نوار میگرفتم، بود یک فیلمی که مثلا تسخیر کردن ممکن بود دیگر رو. چرا از درد و ما وقتی که بچه ها رو میگیم که شما باشین همین روز همین حالا چی میبینین، چی و تنها میبینین، نه عکسی اون چیزی که میبینین در شما عکس شود. این براشون خیلی جالب بود و همه موفق انشا نوشتن. این قدر بچه‌هایی که انکنون شما بینید که بچه‌هایی که هیچگاه کتاب خواندگی نیستن، هیچگاه دردی مثلا کنار به درد خودشون نزدیک نمیشناختن، اینقدر حساسن. پس از اینجا پند، اگر ما از پای تربیت شویم، کودک سحر از خواب نخیزانی نمیره مکتب. یعنی این همین واقعیت داره. یعنی برای آن که وای یعنی تله کرده شود، تحریک داده شود، تحریک اگر نشود از کنار از طرف پدر مادر، همون میروه و خب یک زمانی هر کسی جای میرسه که باید بروه. اما تا زمانی که خودش به خلاصه میگه که اکنون کفایه، من باید خودم برم، تا این وقت یک کسی باید تیله کنه. از همین لحاظ درست است که باید گاهی ما همین در همون آفتاب تربیت یک مقاله خواندم درباره شیخ الرئیس ابوعلی ابن سینا. یعنی یک عالم تحلیل میکرد و یک نقطه نظر از برداشتاش درباره ابوعلی ابن سینا آورده است که هوش از سر من پرید. میگه که یعنی من مراتبه اول دیدم که در کتاب یک چیزی که دستوری تعلیمی از پیشنهاد میشه بزنین. میگه ابوعلی ابن سینا میگه و من ایراد نترسیده، حالا میگم چرا فکت و دلیل قطعی. میگه بزنین، اما یعنی گپ در سر گناه میره. اگر گناه وزنین باشه، اگر کودک مثل یک جنایت یک چیزی را صادر کرده باشه و اگر این باری نخست باشه، خیلی سخت باید زد که هیچگاه از یادش نبره. البته زدن هم قاعده داره، بزن گفته زدن گیریم اگر ما به هیچ جا نمیرسیم. یعنی بزن از نگاه اخلاقی جایی که باید سوزشی دستش فراموش نکنه و هیچگاه اون کاری کرد دیگه به یادش نرسه. ریشه همین
بی‌طرف بودن، حرف خدا نداشتن، موقع نداشتن، حتی عالی میشود، کار علمی دفاع میکنه و خطا است یا دزدی است یا هر چیزی دیگر است. پس ریشش از اونجا شروع میشید است که اونجا نمیخواند. یعنی وقتی که یک نفر با دانش‌های صنف 3 به دانشگاه میآید، خب و کسی بالای اون اهمیت نمیدهد، کار نمیکند، پس دیگر چی نمیشه که از اون انتظار شد. یعنی از این تجربه شما برمیاد که وقتی میگیم که ما موقع نداریم، ما حرف نداریم، ما حق خود دفاع کردن نمیتونیم، ما صحبت کردن نمیتونیم، ریشش این است که کسی برای ما یاد نمیده که نمیشه ما از آسمان همین خیلی خود به خود کنیم. بله ما خب بازم از همین زاویه همین سوال اول تو نگاه کنیم به عقب، خوشبختانه همین امکانی کسب آموزگار و همین کاری که من بخصوص انجام دادم خیلی چیزا رو برام روشن کرد. مثلا ما همه وقت میگیم که بچهای ما از خودشون دفاع کردن نمیتونن، ما ملت در نظر داریم، بیچارن. ما میبینیم خب دیگه این کارایی رو میکنن که هرگز یک ملت دیگه این کارا رو انجام نمیده. سبب در چیست؟ و بعد همین چند سال پیش و چند سالهای دیگه هم پیش گاهی ما را از طرف اینستیتوت میگن برای مثلا هم تشویق کردنی دانشکده فاکولتیت ما و کافدره ما باید بریم مضافات شهرها شهرستانا باید بریم و ما چندین بار رفتم در همین مدت و بعد میبینی که دخترک های خیلی مثلا صنف های 9 10 جمع میکنن، قطعشان صحبت میکنیم، فرزندای ما، خواهرای ما، دخترای ما، و میبینی خب اینقدر خب زیبا برای همین سن و سال، خوشرو، نازنین، آزاده. و بعد وقتی که به واسطه قطعشان صحبت میکنی که چی نیت دارین، یعنی در چشماشان یک شرمگونه یک چیزی احساسی عکس میشه به این بهانه که هیچ نیتی ندارن، با جز آن که پدراشان برای اونا تصمیم باید بگیرن که کی کجا شوهر کنه. هیچ چیزی دیگر ندارن در اندیششان و پدر و مادرشان با جز شوهر دادن آنها دیگر نیت هم ندارن، هیچ چیز از این پرورش نکردن. بله هیچ چیز هم ندارن. و من نخواست همین چندین سالا پیش بود من میگم که بچه همانو باید تربیت کنیم. نخواست من رسیدم به اون که بچه همانو نباید تربیت کنیم، مادرامونو باید تربیت کنیم، دخترامونو باید تربیت کنیم. چرا؟ اینها معلوم است مثلا وقتی از کنار آدم میگذرن، یعنی یک نمودی ظاهریشان، یک چیزی که خیلی سطحی می نمایه، اینا یک گونه ترتیب داره همین چیزا، اما از اون واردتر شوی خیلی، یعنی من نمیخوام این حرفا رو بزنم، اما یعنی بوی خوب نمیبیه از سمت اونها و از کنارت میگذارن، خیلی ناراحت میشی و میگو که اینا که حال صنف 9 10 و مثلا 40 نفر دخترک شدگی است، از همین 40 نفر 2 نفر نیست که بخواه ادامه دادن، 2 نفر نیست. این فرض کردیم اینا 5 نفر هست، بعد یک کاری میکنن، راهبرا حکومت دارا میکنن، 5-6 نفر راضی میکنن، اما 35 نفر دیگه تاجیلا تا حدود 1 سال شوهر میتین. خب از اون نسل به دنیا میآید، از اونا نسل به دنیا میآید که اونا هنوز دستای خودشون شسته نمیتونن. چگونه میتونن اینا فرض کردیم اون بچه هاشون تربیت کنن وقتی خداشون نیاز دارن به کتاب خواندن، نه حالا ناخون گرفتن و خودشون پاک نگاه داشتن، اینا این کار کردن نمیتونن و هنوز مثلا یک فاصله نمیگذاره صاحب 2-3 کودک میشن و این کودک ها بازم بعد ما میبینیم در قد کوچه اونا حقارت و پقارت و کیم چیا میکنن و بازی های بیهوده میکنن و این بازی های بیهوده از کجاست؟ از مادر میآید و ما اینم دروغ نیست. شما میدونید بچه های خیلی باهوشین که ملت هایی که خیلی مثلا خودشون حمایت کرده میتونن، ملت هایی که موفقن در سطح دنیایی و ما میریم کشوراشون میبینیم و میبینیم که زنهاشون بقوتن، زنهاشون اخلاق دارن، زنهاشون میگه که زنهاشون هیچگاه اجازت نمیتین فرض کردیم که ویارا از سینی نمیدونم 16 تا 18 تا 20 سالگیشونه تا وقتی که 25-30 ساله نمیشن شوهر نمیکنن. یعنی زن پخته میرسه برای خانه‌دار شدن و خانه‌دار بودن.
بودن و کودک تربیه کردن بد شود. اقبال این نکته شما رو خیلی ظریفانه محمد اقبال که فلسفه شرق و غرب میدونست خیلی در 4 مصرع خوب بیان میکنه. میگه جهان را محکمی از امهات است، امینیشان نهاد کائنات است. هر آن قومی که این نکته ندانست نظام کار و بارش بی ثبات است. بله. این بهای است که اقبال به این موضوع داده است. بله. خب اینا دنیا را چی میگن شعر قطعی ما ساعت ها گپ میزنیم شاید در یک شعرشون جمع بس میشه. بعضی ها از اون شکایت میکنن که به قدرشون نرسیدن. بعضی ها میگن که خب ما یک خدمت کردیم و به جایی رسیدیم. یک نفر دیگر میگن من تا اینجای کار نارضا هستم. ولی شما همیشه حرکت کردید. اگر از نقطه نظر شما یک نفری که امروز جوانان شما رو میبینند ثروت هم بیشتر ندارید، نمیدونم شاید معاش آنچنانی که باید بگیرید نمیگیرید و زندگی دبدبه کم ندارید، ولی در اینجای کار که یک شخص معروف و محبوب هستید در کشور، نظرتون به زندگی گذرانید پر از علم و دانش و کتاب و مطالعه و هنوز در همین سین هم تلاش میکنید، نظرتون به خودتون چی است؟ یعنی قانع هستید از اون کاری که انجام داد و انجام میدید؟ حیف از عمر برباد رفته، حیف، برای چی که خیلی چیزایی بود که از دست دادیم. البته من از اون هرگز اون نفری نبودم که فرض کردیم دستام بالای دست مونده نشسته باشم و هیچ کاری نکرده باشم. یعنی خیلی کارا انجام شد، اما خیلی با یک شستی کند و یعنی یک چرخی که میره و همین خیل. اما نگفتیم که نمیدونستیم که عمر خیلی کوتاه است، نمیدونستیم این معنیش نمیفهمیدیم که عمر بسیار کوتاه است و مثل آن که شاید در سن سال شما یا با جوان ها نمیفهمند که خیلی با شست میره. خلاصه عمر مثل تیر میره و آدم ناخواست میبینه که دستاش مثلا کیمچه مجملک زده است و سفید شده است. و من یک حکایه هم داشتم، نمیدونم در این کتابم هست که کوتاهش همین است که برادرش سفر میره و برادرش بر میگردن، خیلی دوست داشته آغوشش میکنه و میبینه که چند تاری ریشی برادرش سفید شده است و میگه میخواه پرسه که چرا ریشت سفید شده است، میخواه همینه، اما میبینه که از شادی های برادرش میگه پگاه میپرسم، روزی دیگه میپرسم، همین گونه کدام روز یقینا برای خودش میگه همین روز میپرسم و پیش از پرسیدن آینه در نگاه میکنه از خودش سفید شده است. یعنی عمر همین گونه است. یعنی حالا در گردش اول، گردش دوم، در گردش سوم ملکه آدم پیر میشه. برای من خیلی کارهای ناکرده زیاده، کتاب‌های ناخوانده زیاده و من از همه چیزی که اکنون یعنی خوشبختانه زمانهای آخر خیلی سفرهای طولانی و کشورهای گوناگون و در یعنی من با افتخار اینو میگم که در بال تئاتر و هنر مثلا تقریبا زیاده از 27-28 مملکت دنیا من سفر کردم که گاه سیاستمدارا این مقدار مملکت نمیتونن سفر کنن، اما کاری سفرهای هنری این استراحت نرفته. بله با کار با نوار فیلم ها. خلاصه در ان همین سفرها من بارها دیدم که چقدر بیچارم. مثلا در یک سفر باید من از اصل می آمدم ترکیه، اما ناخواست بلیتی من همیشه گرفته است که من باید شویتسیا می پریدم تنها و بعد از شویتسیا ترکیه می پریدم. خب یعنی تنها ماندن در اون مملکتی که یک حرف نمیشناسی دهشت بود. مثلا همیشه یک حادثه با من شد که بعد یک زمانی من دیدم کیسه هم پوری تنگه های نروژی است. یعنی اما من میدونم که این خیلی است، از $100 زیاد است. بعد گفتم یکون چیزی در شویتسیا در امستردام من گفتم یکون چیزی میخرم برای بچه ها تحفه. بعد آمدم میپرسم مثلا یک حلقه یا یک چیزی $300 است و من این پولی من نرسید و من گفتم که اینا رو من برده چیکار میکنم. بعد همین اون تیرزه ها را دیده کجای آمدم دیدم که پول جنج میکنه. یک کلمه میدونم که جنج یعنی ایواز کردن پول. بله و من آمدم دهنی تیرزه چه و همون آدم دا گفتم که جنج یعنی کلمه ای که میشناسم جنج است و وای گرفت تو چیزی با من میگه
من میگم برادر عزیز من انگلیسی نمیفهمم، یعنی گپ همین نگیر، اشاره کنم همین نگیر جنج کن میگم و وای هم کیم چیزی میگه اشاره میکنه فلان دیگه ما نمیفهمیم. خلاصه از پس من یک کس شد، دو کس شد، 4-5 کس پیشانیام عرق کرد، نه پول میتیه دیگه که میگه من راو مثلا اگر میداد من میرفتم، اما وای پول همونجا است. من به خاطر اون که خیلی پول کلان است برای ما نمیرم. آدما جمع شدن کیم چیزی میگه و من گنگی که دیگه 4 طرف نمیدونم چیکار کنم. از پشت نخواست بعد خیلی یک فاصله دراز یک کسی گفت با لحن خیلی غلط درشت تهرانی کمک میخوای؟ یک چیزی بهم کمک میخوای؟ من اولی میخوام. یک دیدم یک جوان هزار با یک خانم نازنین در کنارش آمدن، گفتم این برادر نمیدونم چی میگه، خم شد و بعد راست شد فهمان گفت که میگه که این پولی نروژی است شما در شویц قرار دارید. من گفتم همین لعنتی رو من میدونستم همین گپ شد اون میقدم را هر چیزی که میداد من میگرفتم میرفتم. اما اکنون برمیگردیم به همون قضیه که گفتیم، یعنی اینقدر من بیچاره بودم. میگم چقدر آخه آدم اگر همین نفهم حاضر به گوش یک کسی که حالا جوان است ای برادر، یعنی 1000 کلمه دانستن، مثلا 1000 کلمه از چند زبانی دیگه، حالا وقتی که آدم 20 سال داره تا 30 سالگی ممکن است یاد گرفتن. حالا اینم اکنون تاکید کنیم که خیلی شاگردام هم میدونم که با همین گفتنهای من، با آوردن همین مثالی که حالا گفتیم، من میدونم انگلیسی صحبت میکنن بهتره. یعنی من گفتم که برادر آخه امکان داره شما فرض کردیم من حاجت خانه خوردن میخواهم بگین اون زبان قطعی هیچ کس شما را نمیخوند، اما میفهمن که شما رفتن میخواین نه خوردن. بله و چه خیلی مهم است اگر بچه ها بدونن اینا. از کتاب با کتاب باز برگردیم، مثال های اولی که آوردید و اون شاید شما قسمی از اون مثال ها را گفتید و شاید فضا خیلی دهشت بارتر باشد میون دانشجویان که شما هم استحاله میکنید نمیگید، با وجود که همین وضعیت رو میدونید میفهمید فضای کتابخوانی رو، آخر باز کتاب نوشتید و کتاب نشر کردید. چرا؟ ریشه همین کار اصلا یعنی باید اخراج شد که ریشش در فروخ قاسم استاد عزیز شادروان ما جا داره، ریشه داره. برای آنکه همین که ما را چند کس درس میداد و بعد ناخست بعد یک فاصله وقت استاد فروخ قاسم آمد و شروع کرد به درس دادن ما، معلم مهارت اختیاری ما بود و اولین و نخستین پیشنهادی که کرد گفت که کی روزنامه داره، کی روزنامه می نویسه و هیچ کسی نبود، یگان کسی نبود، هیچ کس روزنامه نمی نویسه، خبرم نداشتن که روزنامه می نویسه. همین خیلی چیز هست. اما من هنوز که اگر که شاید مثلا برادرای یا پدر و مادر خیلی سخت می داشتم و میخواستن از من چیزی ساختن، با اون امکاناتی که من داشتم من باید مرا ژورنالیستیکا می بردن. چرا من علاقه در مکتب میانه صنف 8-9 چند مقاله نوشته بودم در گازت محلی ناحیه یاوان، کمونیست یاوان بود همون وقت، مقاله هم چاپ شدگی بود. حتی یک بار 3 سوم یک بار 9 سوم گنرال گرفته بودم. 3 سوم و 9 سوم خیلی کلام بود. بله یعنی این چیز ریشش در خودی من و در مکتب میانه بود. اما وقتی که فروخ قاسم گفت که آدم باید روزنامه داشته باشه، ایجادکار هنرمند نباید فرض کنیم زندگیش پاشتیه و بربادیه، یعنی چیزی که شما در خوشتان میایه یا خوشتان نمیایه باید یک گونه با حرف روی کاغذ بیاریم و همین برای من عادت شد و دیگه هرگز من از قلم و روزنامه جدا نبودم از همون زمان. و اون طرف هم خب درست که من مقاله هم چند تا چاپ شده بود. پیانیری تاجیکستان، کمسمال تاجیکستان، من خیلی چیزا میفرستادم، بعد همین خیلی خوشم میومد وقتی که جواب مینوشتم. مثلا مقاله‌ای که چاپ نمیشد برای من جواب مینوشت رسما حرف چاپی قطعی که فلانی
شما خیلی خوب کردید این کار نوشتید، اما با سبب آن که دلیل ها ناکفایند ما این بار چاپ نمیکنم. اما زمان شوروی این کار، این زمان شوروی سالهای 76 77 بود این سالا و من کورتا گوشت میگرفتم و خلاصه وقتی که استاد فرخ قاسم هدایت کرد برای نوشتن دیگه از همون زمان، حالا اگر فرخ نامه اولین کتابی که بله نوشتم، از زمان همین درس اولی فرخ قاسم شروع میشه نگفتن امانه که از اولین برخورد این درباره خود استاد فرخ قاسم است. زندگی نامه فرخ قاسم است. معمولا کتابای زندگی نامه خیلی کتابای جالب هم میشوند. بله من خیال میکنم که از بهترین کتابا میشن. وقتی ما زندگی نامه کسی را میخونیم، شهر لوکاس را میخونیم، داخلش خیلی حادثه ها و واقعه های جالب هم است. من به همین بیننده برنامه کتابخانه اسلامی میخوام یاد که ما همیشه از شوروی بسیار پالاش ناراضی هستیم، ولی یک چیزی خیلی ظریف رو اشاره کردید که من بار اول میشنوم که در شوروی برای یک طلبه مکتب وقتی که مقاله‌اش نشر نمیشود رسما پاسخ میآید و خیلی پاسخ زیبا که دل شکسته به شما رو تقویت و تشویق میشد. کاش ما از همین گزینه، از همین روش کار بگیریم برای دل سر نکردن جوانان و مکتبشو. بله درست گفتی، کاملا موافقم. یعنی اون هرچند جواب رد است اما بله وقتی که میبینی در بالای حاشیه در نخستین مثلا اگر که پیانیر تاجیکستان باشه، همون پیانیر تاجیکستانی که در بالای گازت است خوردکک چاپ شده است، یعنی تو ناخست خودت یک آدم دیگه مییابی که با تو توجه شده است. بله با تو توجهی امروز به همین حال رسیدیم، یعنی توجه میشه به شما، به شخصیت شما. بله دردهای پس پرده این کتاب یعنی دردهای پس پرده دیگه، هر چیزی که فرض کردیم کاملا مثلا نمی نمایه و پشت پرده میمونه، عذابهای مثلا هنری، یعنی اونجا درد شده است. اصلا این نامی یکی از مقاله های هست که در داخل یعنی مجموعی مقاله هاست و دردهای پس پرده نامی یکی و به حیث همون نامی کتاب، اما هر مقاله دیگری که نوشته شده است کاملا همین موضوع است، از همین موضوع بیرون نیست. یک جام پر از درد. یک جام پر از درد. خلاصه هم به زبان فارسی است، هم به خط سیریلیک، هم به خط فارسی است و به هم خط سیریلیک. این چی رو در بر میگیرد؟ این جمعی حکایه های من در یک مدتی تا نمیدونم 10 سال پیش، شاید یک 15 سال پیش، مجموعی حکایه های هست که من نوشتم. یعنی چی میگن وقتی که من بیکار میموندم اون زمانا و دیگه یک جایی باید صرف میشیدم. چشم با یک جای زیباش هم کشادم افتید، اگر اجازه باشد بخونم. کجا بیروم از کی در کی لاریسا را سوراخ کنم. در کوچه های شهر سرسان در هر رهگذر لاریسا را میگفتم. هر خانم را که مویهای زرد داشت و پشت سر بافته بود و تا خمیز زانوهاش میرسید تعقیب میکردم. لاریسا گویان فریاد میکشیدم، فریادش میکردم و همین که یقین گشت این هم لاریسا نیست، عذرخواهانه از نزدش میرفتم. چند ماه سپری گشت. واقعیت دارد یا اینکه چیزی تخیل است؟ چیزی به واقعیت مانند است. لاریسا کی بود و چرا مویهای زرد تا زانو و هر کسی که این حکایه را میخونه و اگر تاریخش من شدم این حکایه آمد از این کتاب و بخصوص شاگردان میگن که استاد شما کجایی با بچه دارین؟ میگن اما این قصهش دیگر است. چرا از کجا شروع میشد این قصه؟ ببینین من و استاد حبیب الله عبدالرزاقوف در یک فیلم بسیار طولانی ایرانی با اسم در چشم باد، یعنی ماها در گوشه و کنار ایران زیستیم و شبهای طولانی داشتیم با هم، یعنی چی میگن دلمان زیق میشد. بعد خب صحبت میکردیم شبهای دراز، روزهای دراز، چرا فیلم برداری کم وقت میگرفت اما وقت همون بسیار بود و 2 نفر بودیم با هم صحبت میکردیم و بعد چند قصه عشقای ناکام شد گفت در یک شب بسیار زیبا بود و یکیش همین است. لاریسا. بله درباره یک لاریسا که مثلا در کجای مثلا همون بینا را نگاه بین میکنه و شبها
نوبتدار میسته و این اکای حبیب الله از نام یکم قصه کرده میشه و دیگه اکای حبیب الله نیست، اینجا گویا که از نام من است. برای اینم کسی که این قصه را میخونه میگه ها لاریسا از کجا یک زنی دیگه داری، چرا لاریسا حامله میشه و این جدا میشن. خب اگر 30 سال بعد یک کسی بخواد که از در برابر این کتاباتون، در برابر اون فیلمایی که بازی کردید، فیلمایی که آواز دادید، تئاتر که روی صحنه زیاد بودید، یک کس اگر بخواد 30 سال اندیشه شما رو بشنود، یعنی بعد 30 سال همین برنامه رو بیند که همین صحبت شما همین لحظهش حفظ شود، در یک کست است، در یک فیت است، در یک دیسک است، در یک فضای اینترنتی حفظ شود، و چی گفتنی دارید به همون نفر 30 سال بعد؟ یعنی اولین احساس احتمال همین میشه که ما را نسل ما را با اون سادگی که می نمایه نبینید. یعنی خدا را شکر بچه های نسل ما، بچه های ما در کنار ما عقیبتر یا پیشتر کیت ماندن برای اینکه شما با اون روز برسین که انشالله ما با امیدیم خیلی خوب است حالتان، اما خیلی زحمت کشیدن که شما به این روز برسین. من خواستم همین بگم که به قدرش برسید. دل آدم میگه که آدم، من در طول زندگیم فهمیدم که هر فرد، مثلا ببینید همسینفا 30 نفر میشن، بعضا نفرای هستن در میانه که کاملا خاموشن، کاملا هیچ حرفی نمیزنن، به تفاوتن، نه درس نه سیاست نه عاشق هیچ نیستن بجز خوردن. اما یک مدت میگذره میبینی اونا درباره کاسموس صحبت میکنن، کیهان، درباره ستاره ها، درباره مثلا چی طور پیدا کردن پول، موفق شدن، عائله داری. اونا خیلی فعال میشن و باز میشن، کشاده میشن. مثلا اونا انتظار میگو که من حالا مراجعت دارم با خیلی نفرایی که حالا باز نشدن. من میگم که برادر عزیز، یعنی انتظار نشین که شما 40 ساله میشین و بعد درباره فراست و فرهنگ و اخلاق و این چیزا صحبت کردن اثر میکنین. حالا دیر نشده است. آدم اگر مثلا 10 کتاب اگر فرا بگیری، دنیا دیگه میشه، از یک زاویه دیگه نگاه کردن اثر میکنی به زندگی خودت. یعنی همه کتاب یعنی بدیهیت است، همه کتاب یک گونه اخلاق به ترتیب میارن و پیشکش میکنن به تو. یعنی مثل قیماق تمام هستی شیر پیشنهاد میکنن به تو، بگیر و استفاده بر. یعنی اما زندگی هم بخواندن کتاب، یک روز یک آدم این اکادمی را میگذره و میرسه فیلسوف میشه. ما چقدر مستفیدایی را داریم که هیچگاه در حیاتشون یک کتاب نخواندن، هرگز کتابی نخواندن، اما در صحبتشون میشینی چی میگن، تمامی وینت های زندگی را باز میکنن و بازم روغن میکنن، جاش دمی چسبانن. از کجا؟ چرا این اکادمی هم چی نیست، یعنی سهل و آسان نیست. و خوش به حال آن کسی که پیر شده بعد فیلسوف نمیشه، اما در جوانیش این کاره و درک. بله، هر چی زودتر شما به این کار دست بزنین و به این کار برسین، هرچی البته زود پیر میشین، اما پیری به تدبیر میشین، پیری زیبا میشین، یعنی پیری میشین که از صحبتان نمیگریزن. برای همینم من توصیه میتونم که زیاد بگیرین و بعد آیسته کم کم بتیرین. برنامه کتابخون استاد میخوام با هم بیننده کتابخون بگم، هم با شما بگم، شاید براتون خیلی ناگهانی باشد. یک مرکز دیالوگ بود، ما اونجا همراه شما والیبال بازی میکردیم. بله. خلاصه 10 سال از بین گذشت. من تنها با خواندن یک شعر شما 10 سال پیش عاشق مولانا شدم و شروع کردم به مولانا خوانی، به مثنوی خوانی. در اون محفلی که شامگاهان اونجا میگذشت بین خوب 10 نفر بودیم، 15 نفر بودیم، خیلی محفل خوبم بود. یک شعر اونقدر جذاب خواندید از مولانا، اونقدر عالی خواندید که من از همون وقت شروع کردم با مثنوی خواندن، با مولانا خواندن. شاید شما اولین بار است که این سخن رو از من میشنید و من هم بار اول است که این رو اعتراف میکنم که من بگویم که به سمت مولانا
اون وقت از پس همون شعرخوانی شما رفتم. درود بر اون لحظه. چرا اینقدر زیبا میخونید شعر؟ از کجا است؟ یعنی استعدادی است که مشق میکنید؟ اگر میتونید هر شعری دلتون میخواهد خواهش میکنم برای بیننده کتابخوانم بخونید، از هر کسی که دوست دارید. یک شعر برای بیننده کتابخوان میخوانید. خب یعنی ما برای چی حالا این یک هوای از ما بیرون آمد به خاطر یادی اون لحظه هایی که هم. خب هر گونه که نباشه جوانتر بودیم، اما اگر من گاه ها در دفتر خاطره ها می نویسم که از خواندن یک شعر در حضوری 100 نفر مثلا اگر یک کس ده تاثیر کنه، پس تو موفق شدی، نان خوردت حلال. پس ما حالا با گذشت سالهای دراز من گفتم درود بر همون لحظه گفتم خدا رو شکر. خب نمیدونم حالا پاوزم برای این است که کدام شعر انتخاب خیلی زیاد میدونید، من فکر میکنم. ولی یک زمانی از بابای مولانا من 100 غزل افتخارا میگفتم که 100 غزل 100 غزل یک کتاب است. خب چه تدبیر ای مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا و یهودیم، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه ارکانی طبیعیم، نه از افلاک گردانم، نه از خاکم نه از بادم، نه از آبم نه از آتش، نه از عرشم نه از فرشم، نه از کونم نه از کانم، نه از دنیا نه از عقبا، نه از جنت نه از دوزخ، نه از آدم نه از حوا، نه از فردوس رضوانم. مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد که من از جانی جانانم. دویی از خود برون کردم، یکی دیدم دو عالم را، یکی جویم یکی گویم، یکی دانم یکی خوانم، ز جامی عشق سرمستم، دو عالم رفت از دستم، بجز رندی یا قلاشی نباشد هیچ سامانم. اگر در عمر خود روز دمی به او برآوردم، از آن وقت و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. آفرین، خیلی آفرین. خیلی خوشحال هستم که در برنامه کتابخوان با چنین یک شخص مثل شما صحبت داشتیم و امیدوارم که بیننده از این صحبت‌های خیلی شیرین و لذیذ شما چیزی برای خود گرفته باشد. اینجا برنامه کتابخوان رو به انجام میرسانیم. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده، خدا حافظ شما.